و مأواه جهنم، این سرنوشت آخرویشن در دنیا و در آخرت هم قرارگاهشون جهنم است و بئس المصیر. و چه جای بد است، جای بد است جهنم. شما در دنیا جزای بتنه مجاهدین، ای شیران سردرهای بخش و بلند افغانستان و وطن، این مردم را جزا بدین با مرگ. اینو با شما خیانت کردن، با اسلام خیانت کردن، با جهاد خیانت کردن، اینا همراهی با کفر را کردن. او برادران، کسی که قدرت داره و نیرو داره، جنگ میکنه، در صف دشمن ایستاده، این واجب القتل است. او برادران بین شما ما تاریخ اسلام را مراجعه بکنیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در غزوه یمامه از کس پرسان نمیکرد که تو فهمیده با کفر رفتی یا نافهم، ولی تعداد مردم جهل ما چه خبر ولا سیارت رفته دیگه، خب من چی کنم؟ شنواری رفته و هو عالم است که میفهمه، کشاف است و قاضی وقادت و فلانی است و این علما رفتن و مولوی فلانی رفته و مولوی با کفار است. این علت و حجت شده نمیتونه، این دلیل و حجت شده نمیتونه. فهما و نافهما، بفهمی و نفهمی، در غیر شرع اطاعت هیچ کس واجب نیست. لا طاعت للخلق فی معصیت الخالق، ولو هر چقدر عیشتی دیروزه داشت. تو خوره به صفت یک رهبر و پیشوا و قماندان جبهه جنگ خود گرفته بودی، مجاهد از تو پرسان میکنم، خدای خود نگرفته بودی. توی رهبر و امیر و قماندان سر خدا میگفتی که هر کار کرد تو باید اطاعت بکنی، خود نگفتی که تو خطر برای ما نشان بدی. رهبر و رهبر رای بود و اگر که کج رفت باز خودتون نکنیم که کسی حافظتان میگه که رو به سوی خانه ما مریدان رو به سوی کعبه چوناریم، رو به سوی خانه خمار دارد میریم، او به طرف خانه خمار میره، ما بریم پشتش، ما که اطاعت به او نمیکنیم. اگر دیروز امیر رهبر امیر عالم ما داد از قرآن میزد، دفاع از قرآن میکرد و رو به کعبه میآورد، ما ارسل من و سلام نه اطاعت واجب میکردیم. و امروز که قبله خود دور داد به طرف امریکا شد، امروز از خدای عزیز از الله عزوجل منکر شد و بوش خدای روی زمین دانست. امروز بلیر و قدرت امریکا و یهود و نصارا را قدرت دانست. از این اطاعت واجب نیست، مخالفت با او، مقاطعه با او، جنگ با اولاد واجب است. حضار گرامی دوستای محترم، چرا من اصرار سر این گفتار دارم؟ چی ادب؟ ممکن که صاحبش نوا بگویه که مولانا صاحب فلان صاحب برو به جبهه. دوستا ما گفتیم که در جهاد 4 وسیله بکارد. جهاد بین نفس که از شرایط که دیروز هم مشناختیم میکنیم، امروز من الحمدلله اون سنگردار و سرزمدار هستن، امروز هم در کوه هستن. و دوم اون را مردای او سخاوتمندایی که به مال جهاد میکنن که الله عزوجل از هر کس نه نفسش را قبول میکنه در راه نه مالش، مگر کسی که خدا دوست داره. الله عزوجل کسی که دوست داشت او را خودش را قبول میکنه در صف جهاد و اسلام و مالش هم قبول میکنه. او یک حدیث شریف میگه ان الله یعطی الدنیا لمن یحب و من لا یحب. الله عزوجل دنیا را، پول و ثروت و دارایی و حکومت و اختیار را به هر کس میده که دوست دارش یا ندارش، کافر است، مسلمان است، انسان است، حیوان است، شیخ است، پارسا است، پرهیزگار است یا هر کس است، ولو جز دست میده. ولا یعطی الدین الا لمن احبه، ولیکن دین را به دوستدار خود میده و وقتی که به کس داد او را قبول میکنه در صف خود، در صف جهاد. شما دیدین دیروز چند رهبر بود، حسابش داشتین؟ والله علم پیش ما که حساب بود فقط رهبر در پشاور پاکستان بود و 9 رهبرم در ایران و چیزی 4 گرد دیگه هم تقریبا به 40-50 میرسید. چه شد این 40 رهبر؟ خبر است جنالی کل سال مداح و چاپروس و بودپاک خلیزاد و بوش و کرزه شده. کسی که صدها نفر به اینا سلامی میزد، هزارها نفر به اینا به دشمنا فرستاد بود، صدها نفر جوان قربانی به شعار و به تکبیر و به نعره و قماندی ازی میکرد، امروز خودش دشمنا به کرزه استاد. به کرزه که پیشتر گفتیم که حیثیت و ابوش و شما خوب میشناسین که چی است و کی است. به بوش به خلیزات کتابانی هویت ثابت نیست. کسی که اون نظام را قبول نکنه که او ازدواج است، خبر است همین دموکراسی خبیثی که برای ما شما شعار میده، نکاح شادی را با انسان، نکاح دختر را با سگ، کلیسا خودش ازدواج میکنه، حقش نکاحش واسه میکنه، نکاح مرد را با مرد، او ولی میبره مسلمان. حالی همون شیخ دیروزی ما امروز روی خود به این قبله آورد.
روی خود را از قبله از کعبه دور داد، به امریکا آورد، به اسرائیل آورد. دوستای عزیز، هدف ما رضای الله است. حکم الله را به مردم بیان میکنیم، مردم را از حکم خداوند خبر میکنیم و به می خاطر میشه که اگر الله عز و جل مهربان شود و سبب سربلندی دنیا و نجات از دوزخ در آخرت ما شود. خبر است دیروز قربانی جوانان، دیروز قربانی شهدا، نتیجه چی بود؟ که بر قدرت مثل روس، از چنگال جنایتکار مثل روس ملت نجات یافت. این قربانی بود، شیرمردا بودی، قربانی مدلیرا بودی. امروز هم قربانی کسی که خون میده موضوع است به امن باز کرد و امریکای غدارم به سرنوشت روس انشاءالله و عزیز دچار خواهد شد. ما آرزو داریم، امید داریم، خدای ما وعده کرده این شخصی که ملت باز یک دار را میلیون ها را فرستاد شود. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة. این حکم الله است. یک گروه خرده و الحمدلله خبر هستیم که یک گروه خرده قیام علیه امریکا کرده. تمام تنظیم‌ها با رهبران قدرت تسلیم امریکا شد. از هر رهبر امنیت که دو تایی که مانده، از هم تمام افراد شب تا شورای اجرایی با شب اومد و لب و لباب قدرت تسلیم امریکا شدن. سلامی به بوش دادن، به او بیعت کردن، از جهاد بیزاری نشان دادن. خو الله عزوجل باز یک گروه خرده را از این ملت است که جای شما، از این ملت افغان کشید که پیش از ما قوم و رنگ و پوست و زبان و تنظیم هیچ شرط نبود، به نام الله خواستن قربانی میکنن. خبرتون شما مون در کابل دیدین خود را قربان کرد. خب امریکایی را چی جور کرد؟ چوچی امریکایی را چی جور کرد؟ مثل دیروز که مجاهدین ما چوچای لیلن تار مار ساخته بود. شما واقعیت را شنیدید؟ ده حدیث شریف میگه توبا لمن اکثر فی الجهاد من ذکر الله عز وجل فإن له بكل كلمة 700,000 حسنه. حدیث شریف. چرا میگه در مقابل هر کلمه خداوند عز وجل برش 700,000 چند 700,000 چند اجر حسنات نوشته میکنه و هر حسنه رو بود به 10 چند ضرب میشه. یک کسی گفت مجلس از رسول صلی الله علیه و آله صدقه چطور است؟ گفت مثل ذلك، مثل دیواری. حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه میگه که ما با معاذ گفتم میبخشید این عبدالرحمن تابعی، این میگه ما با حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه گفتم که یا معاذ تو به خطا نرفتی. قرآن مشان هم میگه که کسی در راه خداوند صدقه میکنه، مصرف میکنه، با مجاهدین میده. والذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله. زمانی که فی سبیل الله قید شد یعنی منظور که در راه جهاد میده، با مجاهدین میده. او را الی 700 ضعف قرآن مشان میگه که با 700 میشه. توی 700,000 شد کجا کشیده. گفت معاذ برام گفت که قل فهمك یا عبدالرحمن، فهمت کم است، نفهمیدی، با مطلب پورا نرسیدی. انما ذاک امی 700 چند که است لمن ارسل نفقه فی سبیل الله و هم جالسون فی بیوتهم او کما قال. کسی که پول را در راه خدا روان میکنه با مجاهدین، خودش در خانهش غیر غزات جنگ نمیکنه، با جهاد نمیره. اما او کسی که نفسم میته، مالم میته، خودم میره، خون خودم میته، مثل که ما شما از غازی‌ها و شیرای خبر شدیم که هم جان خودت زدن، جان شیرین خودت و تفنگ و پیسه و هر چیز محترم به پول خود میخره، به منات استشهادی پیش میشه. خبر هستین؟ شیرای عصر خبر هستین؟ تاریخ سازا و جوانای عصر خبر هستین؟ هم خون میتن هم پول. ما شما از راه ما مردمی داشتیم که از راه جهاد میخوردن. این مردمی که این تو گیروبار بود و کشفش بود، موتر بود و دلار بود و ریال بود و کالدار بود و میگرفتن، او وقت نام جهاد بود. امروزی که در راه جهاد نیست میرن مزریزن، تسلیم شدن به طرف دولت.